ادامه حملات خونین بر عزاداران حسینی در کابل، هزارها در غرب کابل بار دیگر مورد حمله قرار گرفتند. غم بی پایان شیعیان و سخنان تکراری سیاستگران، انفجارهای غرب کابل واکنش‌های داخلی و بیرونی را همراه شد. از محکومیت حمله هوایی آمریکایی در کابل تا نکوهش حمله هوایی اسرائیل بر غزه، طالبان حملات اسرائیل بر فلسطین را نکوهش کردند. به خط نشانکشی جمهوری اسلامی بر سریاب، وزیر خارجه ایران میگوید که حتی از یک قطره حقابه نمیگذریم. پس از ظهر امروز انفجار در منطقه مزدحم پل سوخته در غرب شهر کابل رخ داد. گفته می شود که این انفجار در میان غرفه هایی که پرچم های عزاداری می فروختند رخ داده است. با گذشت چندین ساعت آمار دقیق تلفات این انفجار روشن نیست، اما تصویری که از فهرست زخمیان در اختیار یاماچ قرار گرفته نشان می‌دهد که 22 زخمی از انفجار امروز به شفاخانه فردوس منتقل شده است. طالبان پس از انفجار مسیرهای منتهی به ساحه رویداد را مسدود کردند. در این حال شاهدان عینی میگویند که طالبان یک مرد را به جرم گرفتن عکس با موبایل لطوکوب بازداشت کردند. نیروهای طالبان بلافاصله پس از انفجار در جلوی شفاخانه محمد علی جناح در نزدیکی انفجار نیز مستقر شدند. گفته می شود که شماری از کشته و زخمیان این رویداد به این شفاخانه منتقل شدند. دیروز نیز منطقه غربی کابل گواه یک انفجار بود که بر اساس آمار طالبان دست کم 10 نفر کشته و بیش از 18 نفر دیگر زخمی شدند. اما منابع در نهادهای صحی میگویند که رقم تلفات بیشتر از چیزی است که از سوی طالبان اعلام شده است. این در حالی است که حمله های هدفمند در غرب کابل در گذشته و حالا در روزهای اخیر باعث نگرانی شهروندان به ویژه اهل تشیع شده است. حمله دیروز به منطقه سرکاریز و حمله امروز به ساحه پلیس سوخته در غرب کابل که در نتیجه آن شماری از افراد ملکی کشته و زخمی شدند با واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی روبرو شده است. عبدالله رئیس پیشین شورای مصالحه ملی در برگه فیسبوکش نگاشته است که حمله به مکان‌های مذهبی جنایت نابخشودنی است و هیچ توجیه ندارد. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان این رویداد را به شدت‌ترین الفاظ تقبیح کرده و افزوده است که این جنایت ضد بشری خلاف تمام موازین و ارزش‌های اسلامی و انسانی است. امرالله صالح معاون پیشین رئیس جمهوری فراری افغانستان گفته است که طالبان و داعش در پی حذف جامعه تشیع‌اند. آقای صالح در یادداشتی در فیسبوکش با ابراز همدردی نوشته است داعش با قتل مردم هزاره و طالب با دسیسه و تبعیض در پی حذف و این کار از حضور مردم هزاره است. در این حال رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی با اشاره به حذف تعطیلی روز عاشورا از تقویم افغانستان توسط طالبان در توییتی نوشته است هر دو گروه داعش و طالب نهایت قساوت و عداوت خود را با ارزش‌های مشترک قبول شده شیعه و سنی به نمایش گذاشتند. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان نیز واکنش نشان داده است. او در توییترش نگاشته از چیزی که ما می‌ترسیدیم حمله های هدفمند به جامعه شیعه و هزاره و یک کابوس تکراری. در ادامه واکنش‌ها به انفجار در غرب کابل سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که افغان‌ها در داخل و خارج کشور در امان نیستند. نصیر احمد فایق روز شنبه 15 اسد در توییتی گفته است برادران و خواهران هزاره ما توسط تروریست‌ها هدف قرار گرفته و کشته می‌شوند. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد خواستار توقف نسل کشی هزارها در افغانستان شده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران نیز با اشاره به انفجارهای کابل گفته است که حاکمان کنونی افغانستان باید عاملان این رویداد را شناسایی و امنیت مردم افغانستان را تامین کنند. در خبرنامه‌ای که از سوی پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران به نقل از آقای رئیسی پخش شده آمده است که عاملان چنین رویدادها در تلاش تفرق افغانی میان مسلمانان هستند. ریچارد بند گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان در رشته توییت‌های با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان انفجارهای کابل طالبان را مسئول حفظ جان مردم دانسته و گفته است که طالبان مسئولیت دارند از همه افغان‌ها محافظت کنند. او افزوده است حمله وحشتناک بر غیر نظامیان در یکی از بازارهای مزدحم هزارها در غرب کابل ادامه جنایاتی است که داعش مسئولیت آنها را به عهده گرفته است. حمله دیروز بر عزاداران حسینی و حمله امروز در ساحه پلیس سوخته در غرب کابل منجر به کشته شدن دهها غیر نظامی شده است. وزارت خارجه طالبان
حملات اسرائیل بر غزه را محکوم کرد و خواهان توقف هرچی سریعتر آن شد. در بیانیه‌ای که طالبان منتشر کرده از جامعه جهانی خواسته شده است که به مسئولیت خود در جلوگیری از جنایات و تجاوزات رژیم اسرائیل عمل کند. از روز جمعه درگیری بین اسرائیل و غزه شدت گرفته است. صبح روز شنبه زنگ خطر در شهرهای اسرائیل در نزدیکی نوار غزه به صدا درآمده است. از عصر جمعه گروه‌های فلسطینی بیش از 160 موشک به تل آویو و دیگر شهرهای اسرائیل پرتاب کرده و اسرائیل نیز از حمله به 40 هدف این گروه خبر داده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که شب گذشته 30 حمله هوایی و 40 هدف با استفاده از 55 موشک در غزه انجام داده است. بر اساس این گزارش این حملات به حداقل 6 کارگاه ساخت سلاح، 2 مکان ذخیره سلاح، 6 پست دیدبانی و 5 موقعیت پرتابی موشک انجام شده است. ارتش اسرائیل برآورد کرد که در این حملات 10 نیروی نظامی جهاد اسلامی و 2 یا 3 فلسطینی غیر نظامی کشته شدند. وزارت صحت غزه اعلام کرده که در حمله های اسرائیل 15 نفر از جمله یک دختر 5 ساله کشته شده و 55 نفر دیگر نیز زخمی شدند. امیر عبدالحیان وزیر امور خارجه ایران گفته است که کشورش حتی از یک قطره سهم از عقابه‌های تاریخی و مرزی نخواهد گذشت. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی تصنیم ایران، آقای عبدالحیان این مطلب را در جریان گزارشدهی خود به کمیسیون زراعت مجلس نمایندگان ایران بیان کرده است. او در این مورد حقابه ایران از هیرمندی افغانستان و ارس ترکیه تاکید کرده است. ایران حتی از یک قطره از سهم ملت ایران از عقابه‌های تاریخی و مرزی نخواهد گذشت. نامورده همچنان خاطر نشان کرده است که ایران و ترکیه کمیته مشترکی را جهت حل اختلاف‌ها بر سر آب دریای ارس تشکیل دادند. این در حالی است که مقام‌های ایرانی بارها نسبت به ساخت بندها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و کابل را متهم به نقض عقابه ایران کردند. از سوی هم امروز سیلاب از افغانستان به سیستان ایران رسید، اما کارشناسان ایرانی میگویند که این آب حقابه ایران از هیرمند نیست. در 4 دهه اخیر که گاهی عقابه هیرمند موضوع مورد اختلاف میان ایران و افغانستان بوده است، اما تکمیل بند کمالخان بر این رودخانه و آغاز آبگیری آن این منبع آبی به کنترل دولت پیشینی افغانستان درآمد و جمهوری اسلامی ایران را نگران کرد.